السلام علیکم داملا حاجی میرزا، من مخلص شما هستم و در نمازهای جمعه اشتراک میکنم. یک سوال به شما دارم. همین مسئله انگشت برداشتن ده، کدام بردارین کدام نمیبردارین، حق ندارین که پهلواتون ملامت کنین. حق ندارین. حق نداشتن تان به این خاطر است که شما حدیث های رسول اکرم اعتراف نمیکنید. در این باب تا 35-36 حدیث صحیح در باب برداشتن همین انگشت است. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. والصلاة والسلام على رسوله قال في ختابه: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم حاضرین محترم، برادران خیلی عزیز گرامی. اولا همه شما را به این روز سعید، روز بندگی، تبریک و تهنیت میگویم و بعدا از پروردگار همراه شما مسئلت داریم که خدای مهربان توفیق بندگی همه ما را باز هم زیاده بگرداند و خدای مهربان در این راه اسلام اخلاص و محبت ما را باز هم زیادتر بگرداند و خداوند مهربان یک هفته ای که از ما سپری شد که در داخل این هفته سهو و لغزش هایی که از ما سر زد، خدایا با فضل و کرم خودت همگی را مغفرت بگردان و خدای مهربان هفته ای که در پیش داریم این هفته را برای ما یک هفته با سعادت بگردان و عبادت های این هفته اینه را برای ما باز هم زیباتر و با تقواتر بگردان. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع. خدایا آن علم دنیایی که اگر به ما نصیب میگردانی لیکن با این علم دنیایی ما برای آبادی تاجیکستان چیز عمل نمی کنیم مگر برای بهبودی جسم خودمان، خانواده خودمان این علم را استفاده میبریم. خدایا از این گونه علم به سوی تو پناه طلب میکنیم و از آن علم اسلامی که نه برای اسلام باشد
نه برای بهبودی دین اسلام باشد، فقط برای شهرت و فقط برای جمع کردن مال و اسباب انجام باشد. خدایا از این گونه علم به سوی تو پناه طلب میکنیم. و من قلب لا یخشع، از دلی که از ذات تو نمیترسد، از این گونه دلم به سوی تو پناه طلب میکنیم. و من لسان لا یذکر، زبانی که در او یاد تو نباشد، خدایا از این گونه زبانم پناه طلب میکنیم. و من بطن لا یشبع، از شکمی که اصلا سیر نمیشود، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. خدایا این جمهوری تاجیکستان ما را باز هم آباد و زیبا بگردان. خدایا شعار این مردم تاجیکستان ما فراست، حیا را بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين. حدیثی که در خطبه بهر شما خواندیم، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم فرماید اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاة، از همه اولاترین شما، بزرگترین شما، با شرفترین امت من در روز قیامت همان بنده هست، همان مرد و زنی هست که در دنیا بسیار گفته باشد اللهم صل علی محمد. کسی که در دنیا این کلمات زیاد گفته باشد، حبیب خدا میگوید در روز قیامت از همه بندگان خدا دیده این بنده با قدرتر و با شرافتر در نزد من در روز قیامت می باشد. حضرت عبدالرحمن ابن عوف که یکی از صحابه های گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رود، می گوید بار در یکی از باغها داخل شدم، نگاه کردم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سر مبارک در سجده گذاشتگی است. به نزدیک او آمدم، خیلی مدت منتظر شدم که خیلی سجده طولانی کردند. بعد این سجده میگوید سر مبارک برداشتند و به سوی رسول اکرم گفتم ای حبیب خدا، اینقدر سجده طولانی کردی، اینقدر سجده دراز کردی، گمان کردم که از جسم مبارکتان روحتان جدا شده است. حبیب خدا گفتند در حالت سجده حضرت جبرائیل آمده بود و به من از نام پروردگارم سلام آورد و گفت من صلی علیک صلیت علیه فسجدت شکرا لله تبارک و تعالی. حضرت جبرائیل آمدن گفتند که الله بر تو سلام میگوید، بعد سلام این که کسی که اگر بر نام تو یک بار میگوید اللهم صل علی محمد، من که خدای او هستم 10 بار درود و رحمت به حق اون بنده میفرستم. این بشارت پروردگار وقتی که نزد من آورد، فسجدت شکرا لله تبارک و تعالی، من این نعمت را شکرانه کردم و به سوی پروردگارم سجده طولانی کردم. از این خاطر از ما و شما هر کسی که اگر به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستد، خوش به حالش که انشاءالله وای چه در قبر و چه در روز قیامت یک یاردمچی بهترین برای ما به حساب می رود. حتی همین صاحب قصیده برده عبدالله بصیری که گوییم که به بیماری فلج گرفتار بودن، حضرت میگوید شبی که من 100 صلوات بر روح پیغمبر خدا فرستادم، همان شب حبیب خدا را در خواب دیدم
و او حضرت میگوید یک جامعه در بدن داشتند، بالای من پرتافتند و گفتند ای عبدالله بشارت به تو که تو صحت و سلامت شدی. وقتی سحر میگوید بیدار میشوم، همون فلجی که چندین ساله در وجود من بود، این بیماری از جسم من جدا شده است. من شفای کامل یافتم از فضیلت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. اگر ملال خاطر نباشد نزد شما یک سوال میارم. یک برادر اسلامی داشتیم که صاحب 2 فرزند بود. قضای الهی او را از این دنیای فانی به دارالبقا برد. بعد آش چیلی او همسرش بطن 4 ماهه خود را اسقاط کرد. در این بابت چی میگوید؟ آیا این شریعت اسلام این را چگونه قبول میکند؟ با احترام، داده عشق خدا از ناحیه میر سعید علی حمدانی، طالب جان احمد. السلام علیکم و رحمت الله. یعنی این برادر سوال کردن که وقتی که یک رفیقی داشتیم صاحب 2 فرزند بود، با قضای الهی این دنیا را پدرود گفتند و در شکم عائله‌اش باز یک فرزند بود که 4 ماهه بود. بعد وفات این شوهرش این فرزندش اسقاط کرد، یعنی ابورت کرد. آیا این در نزد شریعت چی هست؟ ما بار هم گفته بودیم که تا 4 ماهگی اسلام رخصت میدهد که اگر زن همان فرزندی که در شکم دارد ابورت کند اجازت است. لیکن وقتی 4 ماه شد دیگر در 4 ماهگی اسلام اجازت نمیدهد که زن ابورت کند، اجازت نیست. زیرا که در 4 ماهگی الکی روح در این جسد دمیده می شود، یعنی این فرزند صاحب جان می شود. تا 4 ماهگی این جان نداشت. در 4 ماهگی که صاحب جان می شود، وقتی اگر وی ابورت میکنی همچون قاتل نفس، همچون آدم کش در نزد خداوند معرفی میشوی. لیکن تا 4 ماهگی اگر ابورت کرده باشد این در اسلام هیچ زلال زیانی ندارد. السلام علیکم. داملای شیرین بیان میگویند که روزه ماه رجب در حدیث نه آمده است. آیا این حق است؟ و طریقه درست روزداری چگونه است؟ اصلا الحال ما و شما در ماه رجب قرار داریم. امروز 23 ماه رجب است. از روز پنجشنبه گوییم که داخل شدن این ماه رجب از روی حساب احجزده بود، حساب کردیم امروز 23 ماه رجب. لیکن در ماه رجب روزه داشتن و نماز خواندن در یگان حدیث صحیح وارد شدگی نیست که ماه رجب روزه داشته باشد، ماه رجب نماز داشته باشد. اگرچند که در بعض کتاب‌های فارسی ما و شما از فضل و از بزرگی این ماه رجب صحبت ها می رود، حتی از نماز و روزش، لیکن اونها اساس علمی ندارند، اساسهای علمی ندارند. طریقه درست روزداری این روز دوشنبه و پنجشنبه است. اگر در همین ماه رجب یا بیرون ماه رجب شما روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزدار باشید، این سنت از سنتهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رود. وقتی حبیب خدا را از روز دوشنبه پرسیدند ای حبیب خدا آیا روز دوشنبه چرا روزه گیریم؟ حضرت گفتند این روز تولد من است. روز دوشنبه روز تولد من است. روز دوشنبه روزی هست که من پیغمبر شدم. روز دوشنبه روزی هست که حضرت جبرائیل برای من وحی آورد. و حبیب خدا گفتند روز دوشنبه و پنجشنبه
دیگر حکمتش این است که همه عملهای نیک و بدی شما پیشنهاد پروردگار می شود. آیا قبول می شود یا رد می شود اینش الله می داند. حبیب خدا گفتند دوست می دارم که زمانی که عملهای من پیشنهاد پروردگار شود در روز دوشنبه و پنجشنبه و من روزدار باشم. یعنی روزی که روزدار باشم و عملهام پیشنهاد پروردگار باشد این را من گفت دوست می دارم. از این خاطر بهترین روزه روز دوشنبه و پنجشنبه کدام شما می خواهید. و دیگر روزه این است که 13ام، 14ام، 15ام هر ماه 13ام، 14ام، 15ام 3 روز از هر ماه اگر شما روزه گیرین حبیب خدا گفتند در نزد پروردگار اجرش این است که 1 سال کامل شما روزدار هستید. نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الوصال، لیکن از روزه که پی در پی باشد از این حبیب خدا باز من کردند. شما 2 ماه و 3 ماه پی در پی روزه نگیرید که این اجر ندارد، این ثواب ندارد. بعضی آدمی هست که سال روزه میگیرد. حبیب خدا گفتن از این من شما را من میسازم، شما گناهکار میشوید. هر یک جسم بالای شما حق دارد، گفت دستها حق دارد، شکم حق دارد، چشم حق دارد. شما حق اینها را چکار نکنید؟ ویران نکنید. این از طریقی درست روزداری ما و شما این است. از این خاطر از همه مادرها خواهش من این است که بسیار از ما چی تلفنی و چی غیر تلفنی پرسان میکنن که چند روز روزه داریم. برای همه مادرهای ما و شما، خواهرهای ما و شما که امروز به ماه رجب اخلاصی خیلی کلان دارن و حتی همون حدیثی که در کتاب آمدگی است که ماه رجب این ماه پروردگار است، این حدیث صحیح نیست. این حدیث صحیح نیست. و مادرهای ما میتوانند که از روزه رجب دیده بهترین عمل این است که شوهرهاشون خرسند کنند، شوهرهاشون احترام کنند، فرزندهاشون تربیه کنند، عفت و حیا را در وجود خودشان را دهند. این از 1000 ماه رجب روزه داشتنش بهتر است. امروز میبینی سری خواهر ما و شما لوچ است، روزدار است، در زبانش تمام کلمات بی حیایی وجود دارد، لیکن از ماه رجب روزه دارد. اینا هیچ معنا و فایده ندارد. برای همین از همه مادرهایی که روزه ماه رجب می‌دارند توصیه ما این است که شما در این ماه رجب خدمت شوهرهاتان کنین، بیرون از رجب هم در خدمت شوهر قایم باشین. ان شاء الله شما در نزد پروردگارتان اجر خیلی بلند بگیرید. بزرگی این ماه رجب این است که در این ماه معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. 27م این ماه با اکثر روایت گویم روز سه‌شنبه روز معراج پیغمبر خداست. بزرگی این ماه را انا همین شرفش همین است که حبیب خدا در این ماه نزد پروردگارش با درخواست پروردگار نزد الله رفتگی هست که این است سوره اسراء: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پروردگار این شب معراج، این عروج رسول اکرم به نزد خودش به نص قرآنی و آیتهای قرآنی برای ما و شما خبر داد. اگر کسی که این معراج پیغمبر قبول ندارد یا میگوید که وی در خوابش رفتگی است به جسم نرفته است، وی کافر می شود. زیرا این نص قرآنی است که محمد صلی الله علیه و سلم نزد پروردگار رفتگی هست. که قرآن هم این حکایت میکند که میگن در روایت ها که شاید در خانه ام هانی بود از یکی زنهایش. بعضی روایت ها این است که بین حتیم، همون بین یک سنگی که در کعبه هست و بین خانه کعبه همونجا یک کاواکی هست، یک کشادی هست. همونجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با پهلو بودن، خواب بود. سبحان الذی اسرا
بعبده لیلا من المسجد الحرام. کلمه لیل استفاده می شود که لیل این شب را میگوین عربها. شب حضرت میگه خواب بودن که ناگاه کسی پایش میمالید. چگونه ای که یک فرزند پای پدر میمالد، پایش میمالید. نگاه میکند که جبرائیل امین در پهلوش نشسته است. جبرائیل پای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مالیش میداد و میمالید. حضرت از جاش گفتند السلام یقریئک السلام، ای محمد از جات خیز که الله به تو سلام فرستاد و تو را با یک تشریف رسمی به سوی آسمان دعوت دارد. الحال ما و تو یک جایه باید سیری بر آسمان کنیم. حبیب خدا میگوید از جاش خیستند. براقی که از اسب پستر و از خچیر بالاتر بود میگوید پیغمبر و رنگی سفید داشت که با یک چشم نگاه کردن سرعت حرکتش اینقدر تیز بود که حتی چشم رسیدگی ده این براق میرسید. بالای این براق مرا سوار کردند و این جلوی براق می داشتگی جبرائیل امین بود که میگوید مرا حرکت دادن به مسجد اقصی آوردند که این در فلسطین است. وقتی اینجا رسیدم یک توده پیغمبرهای زیاد از دوره های حضرت آدم تا حضرت عیسی در این مسجد اقصی روحشان وجود داشت. وقتی ما داخل مسجد شدیم و خیال گذرانیدم که نماز کی میخوانده باشد. حضرت ابراهیم میگوید از بین این پیغمبرها نزد من آمد و دست مرا گرفت و پیش نماز آورد. گفت تا امروز این مسجد اقصی از بنی اسرائیل بود و اینجا گویم نزول وحی بود و همه پیغمبرها از این مکان برآمدند. از این روز اعتبارا این مسجد اقصی از تو و از پیروان تو هست. چگونه که امروز این مسجد اقصی در دست مردم یهود است که مسلمان ها را در اونجا خیلی آزار و مشقت میدهند، که چگونه که امروز هم این دست خونالود یهود هیچ خانه مسلمان قرار نمیماند. فرزندهای مسلمان ها گویم همه بیچاره ها یتیم و در بدر و سرسان و سرگردان است از دست این قوم ظالم. خداوند در آن نقشه هایی که اینها نسبت مردم مسلمان میکشند خودشان خدای مهربان سرگردان بگرداند و چگونه ای که خانه مسلمان ها را این قوم ویران کرده ایستادند، سرسان و سرگردان دارند، خدای خاندان اینها را ویران بگردانید. حبیب خدا میگوید 2 رکعت نماز خواندیم. مختصرا من میگویم برای فضیلت همین ماه رجب. حضرت میگوید در براق مرا سوار کردند و آسمان به آسمان از حضرت آدم سرکردگی در آسمان اول پروردگار میگوید آسمان ها را زینت داد. بعد زینت دادن تمام پیغمبرها را امر کرد که حبیبی مرا پیشواز گیرید. ملائکه ها را میگوید صفی در صف کرد. حبیب خدا هر آسمانی که میدرامد السلام علیک ایها النبی، ای پیغمبری خدا خوش آمدی گفته پیشواز میگرفتند. حضرت آدم بود. در دویم آسمان میگوید حضرت عیسی را دیدم. در سوم آسمان حضرت یوسف را دیدم که خیلی حسن زیبایی داشت که چنان حضرت یوسف میگوید زیباگیش دیدم، آنقدر زیباگی داشت که قریب گویم نصف زیباگی تمام بنده های خدا در چهره حضرت یوسف گذاشتگی بود. لیکن حضرت جابر چی میگوید؟ وقتی میگوید پیغمبر خدا جمال حضرت یوسف را تعریف کردن و خدا قسم میگوید شب از شبها که ماهتاب 15 روزه بود، اینقدر روشن بود. من نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدم، زیارت کردم. یک بار نظر میکردم به ماهتاب، یک بار نظر میکردم به چهره حبیب خدا محمد. قسم به خدا گفت چهره محمد از آفتابم دیده روشنتر بود، از همون ماهتابم دیده چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روشنتر بود.
اگر خداوند حسن نصف بندگانش در جمال یوسف گذاشته باشد، تمام حسن بنده هاش در محمد صلی الله علیه و سلم گذاشتگی بود. حضرت میگوید وقتی نزد حضرت موسی برآمدم، حضرت موسی وقتی که با او سلام علیک کردیم از او جدا شدم، حضرت گریه کردند. گفتن ای پروردگارا، چه محترم شخصی، چه پیغمبری که همه شرف و بزرگی را بر این دادی، در دوام 23 سالی که دعوت کرده است همراه امتانش همگی وارد جنتش میکنی. اینقدر دعوا و اینقدر دعوتی که ما کردیم، لیکن ما خود روز قیامت نجات میابیم و امتهای گناهگار ما وارد دوزخ میشوند. نزد حضرت ابراهیم برآمدیم، از اون میگوید بعد سدرت المنتهی رفتیم. سدرت المنتهی مکانی بود که در پهلوش قرآن میگوید جنت واقع بود. وقتی در اینجا رسیده میگوید پرده های نور بود. وقتی پس نگاه میکنیم که جبرائیل نیست. بین تا آسمان هفتم میگوید همراه جبرائیل میگوید یک جایه بودیم. وقتی در این سدرت المنتهی رسیدم نگاه میکنم محمد میبینم جبرائیل نیست در پهلوی ما. پرسان کردیم ای جبرائیل، آیا این مکانی هست، آیا این وقتی هست که تو دوست در اینجا خالی بگذارد؟ حضرت جبرائیل چی گفتن؟ گفتن ای محمد لو تقدمت شبرا لاحترقت. ما برای خود یک مکان خاصه ای داریم، اون مقام توست. قسم به عظمت پروردگار گفت اگر به مقدار یک مورچه پیش روم 600 بال مرا همین تجلیات الهی می سوزاند. دیگر ما پیش رفتن میتونیم گفت، اون پیش دیگر حق توست. حتی پیغمبری خدا گوییم به مکانی رسیدن که یک مکانی نور بود، با پروردگار سلام علیک کردند، چی گفت و گزار کردند. مختصرا میگردیم، ما سوال ها زیاد است. بعد از آنجا وقتی که پایان آمدند، وقتی پایان زمین آمدند، باز در همون کنار خواب بود، همون کنار ده جبرائیل وقتی که رسول اکرم گذاشت، ابو جهل لعین سحر به نزد رسول اکرم آمد و گفت آیا از آسمان یگان خبر داری یا نداری؟ از حساب تمسخرانه. وای به خاطر گوش کردن سخن آسمان نبود، فقط مذاق میکرد، فقط تمسخر میکرد. آیا از آسمان یگان خبر داری؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ای ابو جهل، گفتند امشب من از همین مسجد مکه مکرمه و مسجد اقصی فلسطین رفتم. ابو جهل میگه چنان خنده کردند. گفتن همین 6 ماهه مسافه ای که بین مکه و بین فلسطین است تو همین شب رفتی؟ گفت بله همین شب من رفتم. گفت خنده کنان میگوید، خنده کنان به خانه ابوبکر صدیق آمد. رسول را استونی حنانه بشناخت. مولوی رومی در زیر همین آیت میگوید پیغمبر یک چوی خرما شناخت. بالا یک چوی خرمایی که میبرآمد و مردم موعظه میکرد، وقتی اون چوی خرما را ترک کرد و بالای منبر دیگر برآمد، همان چوب خرما گریه کرد که پیغمبر خدا تا امروز بالای من میبرآمدی، چی شد که امروز ما از پای مبارک تو محروم شدیم؟ همان چوب خرما میگوید مثل کودکی که برای مادر گریه میکند همون گریه میکرد. مولوی میگوید رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. و یک چوب شناخت، لیکن ابو جهل آدم بود و نشناختش. دوان خانه ابوبکر آمد برای که در دل ابوبکر شبهه اندازد، دل ابوبکر دو دیله کند. آمد در ابوبکر تق تق کرد، ابوبکر. حضرت از داخل صدا دادن چی میگویی؟ گفت من نگفتم که محمد دیوانه هست، من نگفتم همین رفیقی که تو برای خود انتخاب کردی دیوانه هست، من نگفته بودم. میدانی محمد چی میگوید؟ تو چی میگوید؟ این دوستی من چی میگوید؟ او میگوید امشب من از مکه مکرمه فلسطین رفتم، 6 ماه را در یک شب.
ابوبکر صدیق گفت اینا محمد گفت؟ گفت بله محمد گفت. گفت قسم به خدا گفت ای ابو جهل، اگر محمد گوید که من از مکه مکرمه فلسطین رفتم و از فلسطین آسمان سیاحت کردم و گشته آمدم، قسم به عظمتی پروردگار وای راست میگوید، وای دروغ نمیگوید. از این خاطر بود که رسول اکرم گفت لو وزن ایمان ابوبکر من ایمان امتی لرجح ایمان ابوبکر. اگر ایمان ابوبکر در یک پله ترازو گذارم، ایمان تمام امتان ما در پله ترازوی دیگر گذارم، ایمان و اخلاص و محبت ابوبکر گفت بالای همه این گفت غلبه میکنه. ابوبکر صدیق اولین شخصی بود که معراج پیغمبری خدا را قبول ساخت. اما همون معراج در همین ماه رجب صورت گرفتگی است. بعضی روایت ها می آید که وقتی نزد پروردگارش رفت محمد، الله گفت وقتی که دوست پیش دوست می آید یک هدیه می آرد. ای محمد تو نزد پروردگارت آمدی، چه هدیه آوردی؟ چه هدیه داری؟ حبیب خدا میگوید گریان شدن و گفتن یگانه هدیه‌ای که پروردگار من پیش تو آوردم این گناه امت هست، این گناه امتانم هست که آوردم، پروردگارا گناههای امتان مرا بخشیده کن.